شما تو رابطه این؟ بله. واقعا؟ خب از همون اول میگفتین. بهت گفتم منتظر دوستم. ماشینش چیه خانم این کسی که شما باش رابطه ای؟ اگه برای ماشین. نه میخوام بدونم خانم ماشینش چیه؟ بفهم. وارد هر رابطه میشی با پول و رشوه وارد میشی. آخه من حرف از پول زدم، میگم ماشینش چیه این بنده خدا؟ حالا ماشین نداره. چرا با اسنپ با هم چه؟ ولی دلمون خوشه با هم. خانم خیلی دلت خوشه به اول فکر، ولی شما اسنپ و فاکتور بگیری از الان به بعد فقط با لیموزین و اتاق 7 میتونی رفت آمد داشته باشی. اوکیه؟ نه من وفادارش نیستم. من واقعا یکی رو تو زندگیم انتخاب کردم که اندازه چشام بهش اعتماد داشتم، دارم و خواهم داشت. با اون همه پول و پویان که رفت اونجا هر کی بود وا میداد، ولی همیشه تو زندگیتون یکی انتخاب کنید که با نداریتون بسازه. دعا گرفته برات؟